سلام بچه ها، امید که خوب صحتمند باشین. من و داداشم امروز این پلیستیشن که میبینین میخوایم یه بلاهایی سرش بیاریم که هیچ کس نیورده باشه. فکر کنم اولین ویدیوی ما تو چینل ولیزاده هستش. بعد حتما سابسکرایبش کنید و ما تو داداشم مثل مستر بیس و غیره تو برای خیلی رش میکنیم و الان ما اینجا رو چنم کنیم. پس تا آخر چالش باشیم. ما فرش گنگ هستیم بچه ها. چی میگه؟ سلام دوستان، این پلیستیشن که از اول از بام باید پایین بندازیم. حدود 2-3 متره. و لایک هم فراموش نکنیم. برو که داداشم اولین بلایی که ما سر این پلیستیشن میاریم از بام یه طبقه‌ای میندازیمش پایین. الان خودتون میبینید که چی چیزایی میشه. من اینجا واسهتون ویدیو میگیرم و داداشم از اونجا میندازنش. نگاه کنید. وای برفاز چی شد این پلیستیشن؟ نگاه کنید اصلا اینو چی شد. وای سری میرم چی کار کنم. وای بچه ها نگاه کنید تو دهاش اینجا افتاده است و این چیز نشدهش. ببینم این واقعا اینجاشم واقعا شکسته. وای بچه ها هی این پلیستیشن ما باهاش مثل بچه ها بزرگ شدیم ولی ما فرش گنگ هستیم. ما اینجوری نگاهشون نمی کنیم. ما میخواین بلاهای بیشتری سرشون بیاریم بچه ها. چی بگی داداش؟ بیاریم یا نه؟ داداش کوچیک بچه ها دومین بلایی که ما میخوایم سر این پلیستیشن بیاریم داداشم بهتون الان میکنم. تازه ببینم داداشم دوباره کار چی کار میکنه. الان شما خودتون میبینید میگین حیف این پلیستیشن. این رو با چکاش میدن 10 دانه با ما همراه باشین و 10 دانه بزن داداش. 10 دانه با ما همراه باشین. 1 2 3 4 وای بچه اصلا یه بلایی هم سرش نیومد. چی کار شد؟ وای سجلیم وای اینجوری طرف خوردن. خب فقط بدنید اینو دیگه بدانین که 20 تا بزنید. می سابسکرایب نابود کنین مثل همین. تو می سابسکرایب حتما نابود کنین کنین دیگه. دارش مفت نیست. من الان اومدم اینجا یه پلیستیشن زدم جری باباشو دادم. خیلی خوب سومون بلا که امکان نداره این ازش بمونه. باید به این چی کار کنیم؟ شما ببینید چی کار میکنیم. وایسی بچه ها من الان براتون میگم. سیومی بلا که میشه سرین یا از اونجا خیلی دور منزل دوم است. خیلی دور و از اونجا میدونید تا به اینجا خیلی مزه. این دادهاشمون بسیار حالا بگیره 1 دقیقه با ما همراه باشید. خیلی خوب این دادهاشمون میره و من بهتون ویدیو رو میگیرم. میندازدش 1 2 3. وای بچه ها در این پلیستیشن رفت. خدا ایش نامصب چی کار کردیم. یعنی ما با تو اینجوری رویه میکنیم. نه قاتلون و بچه ها میخوام آخرین بلا رو من سرش بیارم. که منم الان یه حقی دارم دیگه. شما نگاه کنید ببینید که الان این پلیستیشن دیگه تیکه پاره شده. چیزی توش نمونده مگه این دهاشمون الان دیگه تیکه پاره است. شما نگاه کنید من میرم از اونجا بهتون میندازمش. عشق کنید. من رفتم داداش واسه و های واقعا شکفته زنگی بود. ماشیناشو نگاه کن. ماشیناشو واقعا این شهر سر 5 بلا که سر این آوردیم اینجوری شد. ببینین دوستان بچه ها ما فرش گنگ هستیم با من. خوب داخل پلیستیشن را واسه من اینو با پا میزنم. 1 دقیقه تو تکش. خیلی خوب که سر برای شما نشون بدهم این چجوریه. نمیشکنه بچه. چقدر این محکمه پدر سگ. خیلی محکمه. من برای شما میگن اینا 5000 نه جدید خریدم. حالا برای شما که دوستانا فالو کنین که برای ما خیلی راجی بوده. برای دیگه چیز بگیریم بس. خدافیز و لایک هم فراموش نکنید.
بچه ها اینم بود از ویدیوی امروزی دعایمون اصلا برش نمیزنه. اینم بود از ویدیوی امروزی ما. ویدیوهای دیگر خداحافظ. حتما لایک سابسکرایب کنید. فرش گگ.